عموما انسان ها به رقم ها یک مناسبت ویژه دارند. اما از همه رقم هایی که در بین مردم ما و دیگر مردمان جهان خیلی سر استعمال است، این رقم 7 و 40 می باشد. ما میدونیم که 7 خان رستم و 7 اورنگ و 7 آسمان و 7 زمین و خوب مثلا و حتی صوفیا 7 شهر عشق و این 7، لیکن در برابر این رقم 40. اما رقم 40 اولین بار بیشتر در مردم ما استفاده شده است. چرا؟ چون که به دینی بسیار کهن‌ترین مردم تاجیک، دینی فرا زرتشتی، فرا تاریخی، یعنی به دینی میترائیسم یعنی مهر پرستی به خورشید پرستی ارتباط دارد. اینطور است که مردمان دور ما خورشید را خدا میدونستند. نه باور داشتن که همین است، چون چشم گشادن دیدن که همه چی وابسته به خورشید است، گفتن خدا همین است. چرا؟ چون که اگر خورشید نبودی همه تاریک بود، خورشید نبودی همه سرد بود، خورشید نبودی یگان گیاه نمیرست. بنابراین گفتن خدا است با او و چیز میکردن. و در اون زمان بجز از خورشید که میترا میگفتنش، میترا باز خداهای دیگر بودند. خدای آبهای پاک انهیتا، اردویسورا انهیتا بود. خدای دیگر خوب اندری بود. خدای آتر یعنی آتش بود. خداهای بودند. اما وقتی که زرتشت دین گستری میکند، این خداهای دیگر را امشاسپند نام میکنند، یعنی اینا فرشته‌های بزرگند، اما خدای یگانه است، اهورامزدا. و چرا 40 برای آن است که خورشید را روز تولدش را جشن میگفتند. روز تولد خورشید 21 تا 25 مارس درست میاد که گویا در این شب خورشید تولد شده است. لیکن بعد از تولد خورشید اینا دعا میخوانند که خورشید نکند که نمرد، دائم روشن باشد، گرم باشد. و البته بسیار مراسم‌های دارن، از جمله خوب چیلبوری و تربوز را دوپاره کرده آوردن و در شب یلدا که از شبی در آسترین سال می باشد. و بعد از اون جشنی که داشتن جشن سده بود. جشن سده اکنون در جشن سده خورشید دیگر پرزور شده بود، با قوت بود، لیکن برای پرزور شدن و گرم شدن و باز سده لازم بود. سده به معنای نه 100 روز بلکه 50 روز و 50 شب.